سلام، به 60 ثانیه خوش آمدید. ورود سامانه بارشی به خوزستان در آخر هفته. مدیر کل هواشناسی خوزستان از پیشبینی ورود یک سامانه بارشی ضعیف به استان خبر داد. اجرای طرح امنیت غذایی در خوزستان. مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت در این طرح به دهک‌های 1 تا 5 1 میلیون تومان و به دهک‌های 6 تا 7 600,000 تومان یارانه پرداخت می شود. 736 فرصت شغلی جدید در شوش ایجاد شد. فرماندار شوش گفت بیش از 1000 میلیارد ریال تسهیلات برای رونق اشتغال در این شهرستان پرداخت شده است. معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری اهواز گفت خودروهایی که به صورت غیرقانونی کار حمل و تخلیه نخاله‌های ساختمانی در اهواز را انجام می‌دهند توسط دوربین‌های نظارتی شناسایی می‌شوند. مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت مشکل تامین زمین برای اجرای طرح ملی مسکن حل شده است و اکنون 7000 خانه در قالب این طرح مهم در دست ساخت است.